آهسته آهسته بوده است. برای چه احتیاط نکردی؟ مردمی که جاش خزانی برای چی نداشتی؟ چیکار کنم؟ از دستم لغزید. ناخواسته افتید از اون. التماس جنجال نکنید. خانم همشیره یک دوره تسکین دهنده گذارید. خوب شد است آقای دکتر. با او از جای خستن ممکن نبود. هنوز که بر وقت. دکتر چیکار میکنی؟ تشخیص میکنیم. انشالله یگان چیز نشده است. رحمت باشم. مادر جون گریه نکنید. خانه میشید. من به شما گفته بودم آقای فکرت حالا نباید از جایش خیزد، نباید به چپ و راست گردد وگرنه راه نمیگردد. آخر من شما را آگاه کرده بودم خانم. وای یکی شد نباشد. التماس احتیاط کنید. خدا نشانه دید اگر باز افتد و پای خستنش خیلی مشکل میگردد. اگر رنگین بد نبراید این بگاه او را جواب میدهیم. در خانه نگاه میکنیم. خدا شفا دهد. تشکر پسرم، تشکر. برای چی او را احتیاط نکردی؟ برای چی ها؟ شما چی رو میگوید؟ چی میگوید؟ با من کاردار نشوید. انشالله صحت میشوی پسرم. انشالله صحت میشوی. آرام باش پسرک. خانم سانم حاضر دستگیر شده رو میارند. بعد از دکتر حجت میگیریم. همین که آوردن با شما روبرو میکنیم. شفا یابید. دختر جانم خوب است دختر جانم؟ خوبم پدر جان. خوبم. خانم سانم در اینجاست. مادر جان ببینید چی گرفتم. توفه برای سعیده با شما باز خوراکه. اینجا آمدم برای چیست؟ با کجا میروید؟ مادر با کجا میروید؟ از شما میپرسم. به جای گفته تو میروم پسرم به خانه پیران سالن. به خانه پیران سالن؟ مادر ایسته. حالا بر وقت است. نروید مادر. سراسیمه نشوید. مرا سرده گفتم. مادر آخر من زود روید نگفتم کو؟ همه چیز وقت دارد. یعنی کمی بدتر میروید مادر. حاضر نروید مادر. بس کنید مادر برگردید مادر. ایسته مادر التماس. نه پسرم من اکنون دیگر در این خانه ایستاده نمیتوانم. پسری که خودم تولد کردم خودم کلان کردم مرا در این خانه دیده نمیتواند. مرا لایق خانه دیده نمیتواند. من دیگر چیکار کنم؟ مادر جان نروید مادر. التماس مادر جان من خطا کردم مادر. نروید ببخشید مادر جان. التماس مادر جان شد. مادر جان نروید التماس مادر. مادر جان من خطا کردم مادر جان. مادامی که شما رفتنی هستید من هم با شما میروم. سرده پیشی را هم را نگیر. سرده من که روم. مادر جان التماس برگرده. مادر خانم همین کس شما رو زخم دار کرد. بله آقای مامور همین آدم. تو کی هستی؟ از من چی میخواهی؟ من به تو چی کردم؟ آرام شو سنم شد. تمام آرام شو سنم. از من چی میخواهی گفتم؟ برای چی این کارو کردی؟ برای چی؟ من به عوضش پول میخواستم. انا دیدی آرام شو بس کنید. آرام شو. گفتم که او را دزدیده پول میخواستم. دوامش رو در شوربه پلیسگاه بزنید. رفته. آقای خورشید التماس با ما کمک کنید. این برای شما هم مهم است. اگر حقیقت را گویید جزایتان سبکتر می شود. و شما کی فرمود که سنم را دارید؟ گپ زنید. بگویید آقای خورشید. هیچ کس به من نگفته است. این کار را برای پول کردم. اکنون مرا راحت گذارید. حالا میبینی. آرام شوید.
آقای پلیس مرا از اینجا براره زودتر. با اجازت آقای دکتر. میدونم به تو کی فرمان داده است، لیکن در دستم دلیل ندارم. دردم رو من به هیچ کس نگفتم دردم رو من به هیچ کس زود با ماشین سوار شو. نمیگویم فکر کردی که از من نگریزی ها؟ از تو میگریزم؟ تو دوستی من هستی، چرا باید از تو گریزم؟ پولی که از مکتب دزدیدی برگردم. ای دوستم من پولمون ندارم. با تو گفتم برگردم، فهمیدی؟ صبر کن من پولها رو با پدرم دادم، همش در دست بای است. من یکم تنگه ندارم. با تو گفتم برگردم، بازیر میکشم تو رو، فهمیدی؟ میکشم برمیگردونی، فهمیدی؟ تو گذروندی و تو گفتم پولها در دست پدرم است. گوش کن ثروت، مجبور نکن که تو رو زنم. عصبهایم رو ویران نکن، فهمیدی؟ پدرم رو دستگیر کردن. تو غم نخور، یکم چرا میابه. ایستا نگوره. ثروت خوب استی؟ او تو را نزد؟ نه خوبم معلم. خیر بیا رفتیم. انا ببین مادرت می آید. ثروت ثروت تو چرا این کار رو کردی نمیفهمم. تو بچه ای نبودی که از مکتب پول دزدی؟ من نگم چیز ندزدیدم. مهلش پسرم ندزدیدی. من هم به تو باور میکنم ثروت. غم نخور، یگو نافهمی شده باشد حل میکنیم. تشکر استاد. هارون پسرکم و تو چی شد؟ غمگین می‌نمایی؟ مادرم رفتن. خواهد با کجا رفت پسرم؟ به خانه پیران سالن. نگاه داشتن نتوانستم، مرا گوش نکردن، برآمده رفتن. وای هارون مادرت خیلی یگرو باشد هم، لیکن حاضر بسیار کاری درست کرده است. آفرین به او، زنی با عقل بوده است. گوش کن، اگر بعد از خانه دار شوی شما برآمده میرفت، مردم میگفت که ببینید او را کلینش پیش کرد، دخترم را گناهگار میکردن. حاضر رفتنش خیلی خوب شد. اکنون هیچ کس سعیده را غیبت نمیکند. همینطور نیه پسرم؟ در عمرش یک بار کاری با عقل نکرده است. تنها رفتن. در آنجا چه زندگی میکنن؟ بس کن پسرم، اینها رو فکر نکن. او کاری خوب کرد. از حاضر در خانه پیران سالن عادت کردن میگیرد، بعد راحت میکند. بیا در سعیده در خانه است و فکرم شما خواهری هستید. همین طور نی؟ من شما را آشتی میکنم. درا پسرم، یک قهوه تیار میکنم، همراه می نوشیم. حالا میبینی سعیده چقدر خرسند میشود، لیکن سر بای نمیدهد. سعیده دخترم ببین کی آمده است، نامزدت آمده است. بیا درو، آخر به نزدیکی توی میکنیم. خدایا دخترکم سعیده ببین کی آمده است. سعیده جون گوش کن، من کارهایت رو، آخر نامزدت اومده است. با من کردار نشوید مادر. کردار میشوم. من شما رو تا آشتی نکنم، از اینجا به هیچ کجا نمیروم. از این خیل چیزا مگر میرنجن. هارون خطایش رو فهمیده اومده است. کریم شین بسرم، شین کری تو هم گذر.
گذشتشین. شما اینجا صحبت کردشینید، من برای شما یک قهوه تیار میکنم. مدامی که مادرم آشتی کردن ما رو میخواهد مایلش، لیکن با من وعده ده که هارونی پیشتره میشوی. مایلش وعده میدیم. خیلی که خوی همه شما خیلی میشود. برای تو یک اویله خوب برپا میکنم. در روزهای نزدیک توی میکنیم. در خونه همون هر دیمون تنها میشویم. هیچ کس ما رو ناراحت نمیکند. حاله هوریه چی؟ و اون کس به خونه تیرانسالون رفتن. چی؟ اون کس خودشون خواستن و کاری درست هم کردن سیده. اگر نمی رفتن بعد از توی رفتنشون مشکل میشد. هر دیمون به راحت زندگی میکنیم. تنها تو و من. مثل مادرم گپ میزنی. حیفی تو هارون. تو میفهمی چی گفته ایستاده ای؟ آخر اون مادرت میشود. سعیده چی شد؟ برای چی اینقدر داد میزنی؟ مادر آفرین به شما. خرسند شوید. در آخر موفق شدید. آفرین. هارون در تو همسر مهیا نمانده است. هیچ حرمت نمانده است. زود از این خانه برآمده رو. زود برآمده رو گفتم. آخر سعیده من فکر کردم که بس دیگر گپ نزن. سعیده دخترکم چرا تو بعد نامزدت داد میزنی؟ گوش کن سعیده، برای چی تو این طور میکنی؟ هارون تو با کجا میروی؟ ایستا هارون، ایستا، صبر کن، گوش کن. تو با کجا میروی؟ برای آوردن مادرم میرم. التجا میکنم که به خانه برگردم. سعیده راست میگوید. احمقی کردم. مادرم رو میارم. آه دامادی بی اخلاقی من، تو همین خیل به گپای او اهمیت دهی به خدا میسوزی. سعیده هنوز کودک است. تو چی؟ مگر باور نمیکنی؟ گوش کن پسرم، به دادوی وی اهمیت ندی. دخترها همین خیل ناز میکنن. به من گوش کن. تو حاضر راست به خانه رو استراحت کن. با سعیده من خودم گپ میزنم. فکرهای بد رو از سرت دور کن. تو باشی و توی اومدگی رو سر کن. نخود من دخترم رو نشناسم. ای تو مردی و نی. عقلت رو کار فرما پسرم، عقلت رو. به خدا مادر در خانه پیران سالان راحت میکند. مایلش مادر. حالا از پایت در پیش هوریت، در پیش. خوش آمدید خاله جان. خوش باشید. من از محله 7 بهار هستم. به اینجا برای زیستن آمدم. تنها آمدید؟ یگان کس ندارید مگر؟ دارم. یک پسر دارم، لیکن کارش خیلی زیاد است. وقتش نمی شود که مرا پرستاری کند. شما رو میفهمم خاله جان. زیخ نشوید. گذشته رو فکر نکنید. اینجا رو خیلی دوست می‌دارید. در اینجا زیغ نمی‌شوید. شما رو به نزد مدیر میبرم. بیایید رفتیم. بیایید. الو آقا خورشید تو هستی؟ بله منم آقا. تو در شعبه پلیس نیستی مگر؟ در شعبه پلیسم. التماس کردم برای زنگ زدن اجازه دادن. گوش کنید، آنها به من نگاه میکنند. برای همین آهسته آهسته گپ میزنم. گوش کنید آقا، من به آنها چیزی نگفتم. اگر پولی خواستم را دهید زبانم را میبرم و گپ نمیزنم. وگرنه خودتون میدونید همش رو به پلیس میگویم. مایلش چقدر خواهی میدیم، حتی از خواستت زیادتر میدیم. فقط گپ نزن، فهمیدی؟ خیر باشد مایلش، راحت باشید، گپ نمیزنم. برای چی مرا جیغ زدی؟ انا این را بگیر، این دارو قوی تر است. به خوراک همراه کن. چرا این خیلی نگاه میکنی؟ گیر، پنهان کن، گوش کن. کارها خیلی بدند، باید زود عمل کنیم.
برای میراث خسارت را مجبور کن. یگانه راه آن همیشه شچه است. اگر آقای هاشم را کمی ترسانیم، زود میراث را به نام شوهرت میگذراند. علاج فکرت را هم یاب ایشیل. نگذار که او به پای خیزد. فهمیدی؟ فهمیدی ایشیل؟ وای تیمور، خیلی دلترود دستم. اگر فهمند بس کن، زود از پی کار شو. وقت تنگ است. رو من هم باید زودتر به باوری آیله همان درایم. خوش دادرکم، با تو کارهای ما خیلی زیاد است. تشکر سرما. عمر، سرما، من اکنون به خانه روم. ما تو رو میبریم سنم. نه زحمت نکشید. من خوبم. رفته میتوانم. التماس. عمر، امشب به خانه ما میایی؟ با پدرم همش رو میگوییم. خدایا توبه، این دختر ساده رو بینیده. سعیده، تو عقلت رو گم کردی مگر؟ همه کوشش میکنند که از خوشتامن جدا زندگی کنند. تو باشی در غم خوشتامن هستی، تو هنوز نمیفهمی به عقل. با خوشتامن زندگی کردن بسیار مشکل است. باور کن، هارون برای خوبی تو میکند. مادر مرا راحت گذارید. التماس. مادر اگر شما رو به خانه پیران سالن میبردن چیکار میکردید؟ خدای توبه، دختران امروزه خوبی رو هم نمیفهمند. شام بخیر. شام بخیر. و خواهرت بگو که از حد نگذراند وگرنه پشیمان بشود. مادر جان باز چی شد؟ آدم اول خودش رو فکر میکند خواهری تو باشد، فکرش درباره خوشتامنش است. خدای توبه. مادر به شما چی دخل دارد؟ من با خوشتامنم زندگی کردن میخواهم. برای چی دخل ندارد؟ تو دختری من هستی. تو رو از سری راه نیافتم. مادر شد. التماس بس کنید. اپا هارون به گپ مادرم در اومده، مادرش رو به خانه پیران سالن روان کرده است. چی؟ و مگر دیوانه شده است؟ خودم حیران شدم اپا. نخود هارون این کارو کرده باشد، هم باز برای من زن بیچاره خانهش رو ترک کرد. نه، من این رو قبول کرده نمیتوانم. به این هم بیچاره خیلی عذاب کشید. چی شد؟ برای چی اینقدر داد میزنی؟ پدر شما هم خبر ندارید؟ از چی خبر ندارم؟ خاله هوریه به خانه پیران سالن رفتند. مادرم به هارون مصلحت داده است پدر. چه باز مصلحت؟ من با مادری او چی کار دارم؟ با کی زنگ میزنی حمزه؟ با هارون زنگ میزنم. الو هارون، زود نزدم بیا، گپ دارم. شام بخیر سرما. چی واقع شد؟ چرا تو غمگینی؟ به خونه درو گپ میزنیم عمر. مرحمت. مایلش. پسرم، خوراک تیار، بیا. مادر؟ مادر جان، سلام علیکم. و علیکم السلام. آمک قربان. شما رو مادرم گمان کردم. مرحمت. مادرت برای تو 2 تا شیم فرموده بود، آنها را دخته آوردم. 2
مادر در خانه است. دل مادر همین است. یگان درد داری هارون. پسرت می شود. تو را از خانه همین آدمی پست پیش کرده است. او ما را پیش نکرده است. من خودم اومدم. خودم. همه مادرانی که به اینجا می آیند همین گپ را می گویند. مهر مادر همین است. فرزندانش را گناهکار نمی کند، لیکن آنها ما را خوار می کنند، حرمت نمی کنند. من هم مثل تو به همه می گویم که پسرم مرا پیش نکرده است. خودم آمدم. گریه نکن خواهرم، گریه نکن، گریه نکن خواهرم. بهودا نگفتند که کسی مثل مادر دوست نمی شود. گریه کند، تنها مادر گریه می کند، دیگران دروغ گریه می کنند. یک حکایه هست میدانی، درباره یک آدمی مشهور، خیلی آدمی مشهور با نامی یاووز بلند افسر شده خدمت می کرد. یک روز سربازی به نزدش می آید، التماس به من اجازت دهید می گوید. یاووز می پرسد که چی شد؟ در این نصف شب به کجا می روی؟ سرباز می گوید که مادرم را خیلی یاد کردم، می خواهم که زود رفته خبر گرفته آیم، دیگر چیزی نمی خواهم. یاووز می گوید که من یک افسر هستم، از من کلانها هستند، من حق ندارم که تو را جواب دهم. سربازی بیچاره خیلی زخم می شود. یاووز زیق شدن سرباز را دیده دلش به او می سوزد و می گوید گوش کن، من امشب نوبتدار هستم، حق نداشته باشم، تو را جواب می دهم، سحر نشده زود رفته بیا. یاووز سرباز را اجازت داده به حجره‌اش در آمده کتاب می خواند. بعد از 2 ساعت، یعنی ساعتهای 10 شب، سرباز برگشته می آید. من آمده می گوید. یاووز می پرسد که چرا اینقدر زود؟ من به خانه رفته چه خیلی از شما جواب گرفتنم را به مادرم نقل کردم. می گوید سرباز مادرم برایم نگاه کردند و گفتند پسرم چشم من شکم ندارد که سیر شود، و تو یک عمر نگاه کنم هم سیر نمی شوم. از همه خوبش تو زود برگرد پسرم، و سری کسی را که تو را جواب داده است در بلا نگذار. این را شنیده چشمان یاووز پر از آب می شود. سرباز را از حجره‌اش گسیل کرده خودش زار زار گریه می کند. سخن مادر که چشم من شکم ندارد که سیر شود و او سخت تأثیر کرده بود. چشم مادر از فرزندش هیچگاه سیر نمی شود. فرزند هم نباید مادرش را گرسنه گذارد. مادر دوستی حقیقی است. هنگام بیمار بودنمان میخواهد درد ما را بگیرد، هیچگاه به ما خیانت نمی کند و دائم غم ما را میخورد. انا دیدی دوستی عزیز، برای آرام کردن درد فرزندش مادر تیار است که یک عمر درد کشد، لیکن ما بعضا مادرمون را فراموش میکنیم. پسرم دل مادر خیلی نازک است. مادر در حیات باشد کس نباید جنت را کابد، چون که جنت زیر قدم مادران است. پسرم فهمیدی؟ گوش کن پسرم، مادرت هوریه خیلی زنی خوب است، او را از دست نده. از او دور شده چشم او را گرسنه نگذار، او را آزار نده، این گناه است پسرم. باوریم نمی آید. هارون این کارو کرده نمیتواند. برای چه حیران میشوی عمر؟ در وقتش او به تو هم خیانت کرده بود. با من کردنش نه اونقدر مهم است سرما. این رو من میتوانم فهمم، لیکن خطای کردش با مادرش است. سببش رو چخیل میفهموند. بس شد، در این باره دیگر گپ نزنید. کاری شدنی شد، همه جا و جا شده موند. ها عمر، تو برای چی اومدی؟ این گلها شیرینی ها برای چی؟ عمر پسرم،
یگان مشکلی داری؟ مادر جان، پدر جان، نمیدونم شما این رو چه خیلی قبول میکنید، لیکن با شما گفتن میخوایم که ما با عمر خانه دار شدن میخوایم. رویا جانکم، رویا من آمدم. ببخش، من نمیخواستم این خیل شود. داد نزن رویا، داد نزن. منم برو راحت گذار. برو از این مجرا با تو گفتم زودتر. دخترم رو قریب میکشتی حیوان. از برای تو شده قریب دخترم میمون. دفشم از اینجا. رویا شد. راستی دخترم آروم شد. همش گذشت. رویا رفت. آروم شد. من در همینجا هستم. رویا در همینجا شد. با این طبق دست نرسون. این از بابایت است. از طبق پیشت خور فقط. کودک ها با طبق کلانتران دست دراز نمیکنند. فهمیدی؟ پدر هاشم خوراک تیار است. پدر جان آمدم. از بویش معلوم که با مزه است. این رو از گوش تیار کردی. وقتی خیلی دوست میدارم. خدا کلی جان، تو خوراکوی دوست داشته ای من رو از کجا میدانی؟ تو بر این کلین دیگر در دنیا نیست. با مزه چه خیلی که میگویند هر روز خورید یک طبق رویم پرق. آفرین دروی سرم رو گیرید یا؟ آی فراموش کردم. من حاضر رفته میگیرم. در این وقت دارو خونه نوبدار از کجا میابی؟ من میابم. قفت دکتر در کجاست؟ فکرت هاشم برای داروهای فکرت پول نمیدی؟ پول؟ چه پول؟ برای داروها من پول ندارم. هاشم از پولهای در جوان بوده میگیرم. ایسا من میدم. تو کردار نشو. هاشم اوف دختری بیچاره. آقای دکتر نتیجه ها چی خیلند؟ نصیحت می شود آقای دکتر. بیمار رو باید جراحی کنیم. جراحی؟ بله، دیگر چاره نداریم. برای به خود آمدنش باید گرده دیگر یابیم. گرده گفتی؟ گرده؟ متاسفانه هر دو گرده های بیمار از کار برآمدن.
اکا چیکار میکنید؟ دکتر چی گفت؟ احتیاط کنید. زود از جای خسته ممکن نیست. من راه میگردم همینطور نیست؟ انشالله اکا. لیکن باید صبر کنید. انسان قدری راه گشتن رو همون وقت میفهمد که از پای دست ماند. با قدری بعضی چیزها باید از دست دادن میرسیم. همینطور نه اکا؟ بگوید همینطور نه؟ سلام سیدل خان آیه کودک رو نگاه کنه چی شد آیه چی شد به این کودک سلام چیگه وقتی کم خوراک بزنه تو دست رو با بیمارخونه ببر مادرش هنوز از داروخانه آمده است بیا گل با بیمارخونه میرویم. خدایا چی کرده باشدیم؟ اصلا خوراکی من خورد با من چیز نشده معده خوری خودت رو با معده این کودک برابر کردی شد گریه نکن گل شد رو از اینجا هارون تو رو دیدن نمیخواهم. مرا پدرت دعوت کردند. رو گفتم به تو مادرت رو برگردون بعد با تو گپ میزنم. رو اکنون. مایلش سلام هارون با کجا میشتابی؟ شام بخیر سیده. اما که حمزه در خانه؟ مرحمت آقای تیمور در وقتش آمدید. مرحمت. مبارک شود. خداوند پیش راحتان رو گشاید. تبریک میکنم. دادرم خوشبختیتان را میخواهم. هارون برای چی نامد؟ آه سعیده چرا تو اینقدر مرا عذاب میدی؟ گلرو جون کمی بهتر شدی؟ بله ابای زنم. یگان جای درد نمیکنه؟ نمیکنه. خدا شفا دهد. احوالت خوب است؟ خوب است. شما گفتید که بعد از خوراک خوردنش همین طور شد. بله. زهر به جگر ضرر ندهد گفته با دارو تازه کردیم، خونش رو هم سنجیدیم، یگان چیز شود به شما خبر میدیم. خیریت که در وقتش آوردید. ما رفته میتونیم آقای خانم؟ البته احوالش خوب است. خودت را احتیاط کن میدچه. بیا رفتیم گلرو جون. ابای زنم شما رو خیلی دوست میدارم. گلرو دخترم خوب هستی؟ گلرو جان خوب هستی؟ احوالش خوب است.
از زهری به خوراک انداخته‌ات بیمار شد. ای گلرو، از کجا یافتی دارو رو؟ چرا خوردی؟ همه چیز رو نخور. چند بار به تو گفته بودم برای چی این خل میکنی؟ من از خوراک بابایم خوردم. بس کن. اگر به تو یگان چی میشد؟ رویا در کجاست؟ به فکرم از همه حجره آخران. رویا خوش آمدید. خوش باشید. خدا شفا دهد. تشکر. یعقوب پسرم، زیخ نشو. انشالله صحت می شود. از یگان جای گرده می یابیم. حاضر این به مانند پیشتر مشکل نیست. اصلا خوش آمدید دخترم. سنا تو را جواب ندادند مگر؟ دختر شیمی رو به بیمارخانه آوردم. از خوراک بیمار شده است. وای خدایا. رویا؟ او را برای تشخیص بردند. خدا شفا دهد. تشکر دخترم. بله بله. رخصتیت کی تمام می شود دخترم؟ خدا خواهد هفته آینده. چنان مکتبم رو پزمان شدم که دختری زیبایم زیبایم. اپای سلام این رو خونید. مادرت فراموش کرده است. برده در جایش بود. با فکرم کسی خبر فرستاده است. امروز کاری ویتامین رو به آخر رسون. شرم نمیکنی تلفن دیگر کس رو میکنی؟ گل رو به دستم داد. من این خانه دیگر حرمت هم نمونده است. مرا آدم نمیحسابند. بس اکنون شد. تو چی حق داری که تلفنی مرا میکنی؟ چی حق داری؟ تو چی خیلی معلمه ای؟ بس است. مثل آتش در ولنگه نگیر. تو اول جواب این رو بده. این خبری اومده چی معنی دارد؟ کاری ویتامین رو زودتر تمام کن. این چی خیلی کار؟ چی خیلی ویتامین؟ وای خبر از مریم اومده است. دگانم او همین خیلی با من شوخی میکند. فهمیدی شوخی؟ او دویم همین خیلی شوخی میکند. تو کسی که با تو حساباتی هم؟ مگر من با یگان کاری تو دخالت میکنم؟ رو از اینجا دیگر با تلفن نرس. فهمیدی نرس. با تو چی؟ میزنم میکشم دختری من از چی کار داری ها؟ اگر باز یک بار دیگر با تلفن رسی بعد ببین من با تو چی کار میکنم. فهمیدی ها؟ تو مرا به عقل گمون میکنی. یعنی ویتامین ها؟ ویتامین. هارون شد اکنون. من یگم کار کرده نمیتوانم. تو خودت گناهکار هستی. سعیده راست میگوید. ببخش. با تو گپ زدن نتوانست. از من خواهش کرد که با تو گپ زنم. خواهرکم جانکم تو حق هستی. من و تو باید خالای هوریه رو از خانه پیران سالون براریم. اپا و خواهر یک جا شده مادری خودتان رو غیبت بکنید ها؟ ما نمیخواهیم که یگان مادر عذاب کشد. اپات به بیمارخانه میرود. تو با کجا؟ اجازت نپرسیده با کجا میروی سعیده؟ پدرم اجازت دادن. خالای هوریه رو از خانه پیران سالون میارم. به هیچ کجا نمیروی. مادر چیگه؟ مادر التماس بگذار رود. کاری درست میکند. در این خانه مرا آدم حساب نمیکنند. مرا هیچ کس پسند نمیکنند. حلیمه این چی روز است؟ ثروت گوش کن پسرم. مایلش با تو باور میکنم. تو پولها رو ندزدیده ای؟ من ندزدیدم. مایلش پسرم میدونم، لیکن در خانه نشسته خودت رو سفید کرده نمیتوانی.
بیا با مکتب رویم، با مدیر گپ زنیم، همش رو نقل کنیم. نه مرا دوست نگویم. دوست نمیگویم. زیغ نشو، من در نظرت میشوم. بیا رفتیم پسرم. نه بیا. نمیروم. علیا مادر با مکتب نمیروم میگی. دخترم معلوم است که شرم میکند. ثروت هیچ گاه دزدی نمیکند. میدونم مادر جان، میدونم. نرگس کی رفت؟ با بچه‌های همسایه روان کردم. من هم به بیمارخانه میروم. برای رویا خیلی خواطرم. برای یعقوب هم. تو به مکتب رو دخترم. با مدیر گپ زن. او آدمی با فهم است. به یگان نتیجه می آید. ثروت را در خانه ما. آخر ثروت هم باید با من رود. مایلش. ثروت مادرت را نرنجم پسرم. به گپش گوش کن. ثروت هارون پسرم گوش کن. سعیده رو من کرده نتوانستم. سرمه به او یاد داد. او باشد و سرمه باور کرد. به نزد مادرت رفته خبر گیرد خوب، لیکن مادرت به سعیده تو رو بد کرده گریه کند. سعیده هم باور میکند. انا بعد میترسم که نامزدی رو ویران نکند. بعد تو تنها میمونی پسرم. خدای توبه، زودتر رفته سعیده رو از راه گردون پسرم، زودتر. مایلش مادر جان، تشکر به شما. حاضر میروم. راست میگویید. اوه سعیده، برای چی مرا نمیفهمی؟ برای چی؟ سعیده، سعیده ایست. سعیده، با تو میگویم. سعیده، سعیده. ای خدا جان، من چیکار کردم؟ خوش آمدی سرما. خوش باشی عمر. به هارون زنگ میزنم، جواب نمیدهد. مادرش رو به خانه پیران سالن برده است. و این بچه چی شد؟ به خدا من دیوانه میشوم. انیق میدونم که این کاری مادرم است. باید به آنها کمک کنیم. وای عمر، چیزی گفتنی بودی؟ روی ملچه‌ام را میدهی؟ روی ملچه‌ات را؟ یا اینکه همراهت نیست؟ باز بر میگردونم. به خدا برای توی تیاری میبینم. در دعوتنامه های توی رسمی روی ملچه‌ام رو میکشیم. اگر تو خواهی من روزی البته یک نویگری میشم. یا خب خوش آمدی. بیایید. خوش باشید. عمر ببخشید شما رو ناراحت کردم. استغفرالله. مرحمت یعقوب. به من کمک میکنی؟ برای یک گرده ام رو دادن میخواهم. به من کمک میکنی عمر؟ اگر برای یگان چیز شود زندگی برایم دیگر معنی ندارد. رو از اینجا. مادرم میگویند که شما دیگر هیچگاه راه نمیگردید. درست است امک جان؟ دخترم امک نه، پدرگوی. او پدر تو است. پس چرا او مرا دخترم نمیگوید؟ ایشیل دکتر با تو گفت که من راه نمیگردم. خدایا چی میگوی جانکم؟ البته راه میگردم. این گپ رو حوض گل رو به من گفت. بیا با بیرون برو. مادر جان من گرسنه موندم. رو در آشخانه یگون چیز بخور. فکرت تو رو گوش نکن. آخر او کودک است. عزیزم خودت شنیدی که دکتر چی گفت؟ باید کمی با صبر باشیم. از همه مهمش تو زیغ نشو. مایلش جانم کوشش میکنیم زود با پای میخیزی. خب من با تو کمک میکنم. تو فقط آرام باش. خوش آمدی. خوش باشید مادر جان. این چیست دخترم؟ برای گلرو یک بازیچه گرفتم. اینش برای شما مادر جان.
برای چی زحمت کشید دخترم؟ دختر جون چقدر زحمت مادر جون؟ مایلش گل رو گل رو جان نگاه کن، برایت چی گرفتم؟ تشکر آفای سلام. این چی است گل رو؟ مادرم با خوراکای بابایم میاندازد، میگوید که با من زمه شود. بینید من هم میاندازم. آی گلرو، بین هم کم مونده بود، تمام نکنی. کودک است، ویتامین را دوست می‌دارد. این ویتامین است. کنی بینم؟ ویتامین گفتم که ویتامین. مادر جون جهید، من درست نموندم. خوراک خوردن میخواهم. جهید مادر جون، التماس جهید. مادر جون جهید، من درست نموندم. مادر جون راحت شدی؟ هنوز با من باوری ندارید؟ شد اکنون. کی با تو گفت که این شیشه رو گیر کن اینجا بیو. زود خوردگیت رو پرتو میگویم. زودتر سنم بوستی شد به این کودک. در اینجا چی گپی هست مادر؟ این زن چی کاره میکند؟ اون خبر رو کی روان کرده باشد این زن شیطان؟ از این زن میترسم. در اون شیشه ویتامین نیست. اول اینکه این خیلی ویتامین نیست که به خوراک اندازند و پدرم هم به ویتامین احتیاج ندارند. اگر می رو به دست دارم میدونم چی کار کنم. دکترم تو چی گو میگویی؟ هیچ مادر، هیچ. خدا جان، من پسرم را خیلی دوست می دارم. اون بیعقلی که در حق من کرده است به تو معقول نیست میدونم. او را ببخش خدا جان، او را در پناهت نگاه دار خدا جان. تمامی درد و غمی او را گرفته به من ده. پسرم را خوشبخت گردان، در دلش مهر را جای کن خدا جان. آمین. هوریه ببین کی اومد. کی؟ بیا 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 رفتیم. خاله هوریه ببخشید، همش از برای من شد. این طرح نگوی دخترم، تو هیچ گناه نداری. هارون از برای من شده شما رو به اینجا روان کرد. هارون چه خیلی این کار رو کرده توانست. سعیده دخترم، این طرح نگوی. مرا به اینجا هارون نفرستاده است، بلکه خودم آمدم. بله خودم. هارون از من خیلی خواهش کرد که نروم، حتی زاری کرد. این من رو رنجاندم. در خانه تنها زیغ شدم. انا ببین در اینجا باشد با دوگانه هایم هستم. اینجا با من خیلی معقول است. خاله هوریه شما جدی میگویید؟ البته دخترم. نه خاله جان، من راحت نمیکنم. برای هر یک انسان خانه خودش حضور است. خیزید به خانه میرویم. التماس خیزید. سعیده دخترم،
برای چی نمیفهمی؟ من به اینجا عادت میکنم. مرا فکر نکنید. شما خوشبخت باشید بس. چیزی رو شنیدن نمیخوام. خیزید رفتیم. شد گوش کن سیده. التماس من خودم به اینجا آمدم. رفتن نمیخواهم. تو مرا فهمیدی دخترم؟ مایلش من حاضر میروم، لیکن دونستمونید در خانه ای که شما نباشید من زندگی نمی کنم. من رقم تلفنم رو میگذارم. اگر از فکرتون گشتید زنگ زنید. مایلش دخترم. خالای هولیه. جواب تشخیص ها خوبند. یعنی شما گردهتان را داده میتوانید. این خیلی حادثه ها خیلی کم میشود. باوری دارم که متخصصان به فکر من راضی میشوند. شکر خدا. روی نجات مییابد. همینطور می عمر. انشاءالله یعقوب. یعقوبم پسر جانم، خدا به تو قلبی پاک داده است. خدایا یعقوب قرارم رو دادم مادر. از این قرارم هیچ وقت بر نمیگردم. رویا یک قسم جانی من است. پسر جانم من ببخش پسر جان، نمیدانم که چه خیلی است بخشش پرسم. ببخش پسرم. مادر اپای علی هم برای چی ناومد؟ آه پسرم، مگر ثروت را راحت میگذارد؟ بیچاره دخترم از غم روی سرش را برداشته نمیتواند. ثروت با کجا میروی؟ پولها رو از مکتب چنگیز دودید. او رو میابم و پلیس میسپرم. پسرم تنها او رو یافته نمیتوانی. مادام که این خیلی است با پلیس میرویم. پلیس او رو البته مییابد. رفتیم. نه ثروت، من به مکتب نمیروم. همه ما رو دوست گفته مسخره میکنن. نمیروم مادر جون. من یک فکر میکنم. میدونی حاضر چی کار میکنیم؟ از مکتب چقدر پولی که دزدیده باشن برمیگردونیم. چی خیر؟ در صندوق کمی طلا دارم، میفروشیم. مایلش مادر جون. مایلش. من به تو باور میکنم پسرم. تو این کارو کرده نمیتوانستی. پسرم مادر جون. پسرم. خانم سنم، بر ضد من جنگل کردی، همینطور نه؟ مایلش کنی میبینیم که جنگ رو میبرد. گلرو دخترم، گلرو زود باش دکا، درست نماندم. رو پاشیم تو یگان وقت سر میشه. آنا این رو زیر رو که باباید انداز. تو ما رو فهمیدی؟ فراموش نکن. اشتهای تون پدر. تشکر. اوکی، این جانوری خوراکور سر می شود. شوربا خوردن می خواهد. همین سهر خورده بود. باز خوراک می ترسم باز نکفد. او پاشی ماهیسته خوریم رو. من یک با مکتب روم، چون که هفته آینده باید به خور برایم. با مدیر گپ میزنم. طلبه هایم رو چنان پذیرش کنم. رو دخترم رو. گلرو تو چیکار میکنی؟ مادرم گفتی
با خوراک با باید انداز با مزه می شود. درختت بابازد شده است. پدر نخورید. پدر جون افتاد شد. پدر جون من نمیخورم. نزدیک نشم. نزدیک نشم. پدر جون میبخشید. ایست و حسینیت. پدر جون. اکنون در دستم است. ویتامین A. ما هم به عقل نیستیم. این دفعه به دستم افتادی. سلام. هنوز از من شبه داری؟ به این خانه عروض شدم. اکای محبت رو نگاه میکنم. چیزی که گوید اجرا میکنم. مثل خدمتگار کار میکنم. تا حال فکر میکنی که خسورم رو زهر داده کشتنیم؟ حیف. اگر در درونش زهر باشد بگذار بمیرم تا از من خلاص شوید. تو کی به من باور میکنی؟ رفتیم دخترم، رفتیم. هوریا باید با او میرفتی. او خیلی دختر خوب است و چرا با او نرفتی؟ کاش کلینی من هم همین خیلی میشد. تو باید با او میرفتی. رفتن نمیتوانم. این تقدیر رو بینید. مرا که اینم سوزاند. تو را پسرت. پسرم هارون. سعیده در کجاست؟ از شما میپرسم سعیده در کجاست؟ در اینجا بود. برآمده رفت. به اون شکایت کردید؟ در نزدش آب چشمتان رو ریزانده از من شکایت کردید؟ مادر پسرم تو چی ها میگویی؟ شما کی مرا راحت بگذارید؟ برای چی به زندگی من کردار میشوید مادر؟ چی میخواهید؟ من تنها آیله دار شدنی هستم. خوشبخت شدن میخواهم مادر. مامان گوش کن. به دهانت نگاه کرده گپ زن. آخر این مادرت میشود. میفهمی مادرت؟ بگونه نیست. مادری تو مادری خودت را چه میگویی؟ حیفی تو. شما گم نزنید. همش فهمم. به شما در دل کردم. مادر دیگر به زندگی من و سعیده کاردار نشوید. فهمیدید؟ مادرت به زندگی شما کاردار میشود؟ تو چرا میگویی بی عقل؟ پسرم هوریا با خود بیا. هوریا التماس دکتر جسد دکتر. چنگیز ایستو. چنگیز پولها برگردان. چنگیز پسرم تمام شد. زیق نشو. پلیس رو میدارد. ما با مکتب میرویم. بیا رفتیم پسرم. چه هستی جونکم؟ خوب هستی؟ خوبم. خوب هستی نه خود. یک مرتبه سنجیدن نمیخوایی؟ نه باز رفتم چی؟ دکتر چی گفته بود؟ اگر یک بار دیگر رفتم احوالم بد میشود. لیکن نسنجیده نمیشود جونکم. من در نزدت هستم. تو رو میدارم. اگر مشق نکنیم راه نمیگردی. دکتر گفت جونکم. دکتر. لیکن مایلش غم نخور. اون وقت دستم لغزیده بود. بیا قدمون. جسورتر باش. جسورتر. بیا کنی؟ بیا باز یک قدمی دیگر. انا اینتر. آفرین انا. بیا انا اینتر. اکنون برای این کرسی نشستن مشق نشستن و خستن رو میکنیم. اما
دکتر گفت فکرت آرامتر آرامتر آرام آرام شین کنی شین دارد میکنن اکنون خیلی حرکت کن کنی بیو من همین بیو پسرم پیشین تو چکار میکنی؟ بازو را معیوب کردنی مشق میکنی مادر خدایا چل مشق یک طرف آیسته پسر خیز با جوی پسر آیسته پسر من همین آیسته با جوی پسر صبر کن آیسته من همین آیسته انا همینطور پسرم کمی صبر کن آخیر انشالله راه میگردی کمک صبر کن انشالله راه میگردی تو چی باز خودت رو معیوب کردنی لیکن مادر جان پسرم چل به این زن باور میکنی مادر شد اکنون ایشیل خوبی مرا میخواهد و چقدر وقت باز صبر میکند اکنون کردار نشود وای زنی من است یعنی زند معلش آه پسرم مادر کاهی گذشته را باد نکنید فراموش کنید از علیه جدا شدم با گذشته صلوات اجازه دهید آیله این نوم را چخیلی که میخواهم برپا کنم آیله بوده است تیمور از من گمانی بد میبرن قریب که به درس میرفتیدم میترسم چشم سنم همه وقت در من است او همه را میفهمد کسی چیزی نمیفهمد تو کارت را زودتر انجام ده همین روز کار را تمام کن وظیفه‌ات را اجرا کن فهمیدی سرم باز با مکتب رفت از گفتی غمنخور من او را میدارم تو کاری خودت را داد این کار خیلی طول کشید تو باز دید مریم خدا حافظ خوراکم تایور است کلین او فاشیم شد اکنون لیکن صدقه شرب و ریخ میفهمی ایشیل کلین جان تو خوراک را با مزه میپزی با من خوراک پزه باز انوی با پیمان کن و باز سیر همراه کن او پاشیم اینقدر شکم نگویتی باز تکیده همه جا را پوری هاشم نکنی آفرین صدقه آفرین نگاه کن شایره میکنی مرا خود تقلید میکنی او پاشیم صدقه شایره معلم خوش ما خیلی یاد کردیم معلم من هم شما رو یاد کردم خیلی یاد کردم مایلش تو بزدید بچه ها تو بزدید بچه ها اوه سروت اومد بیا سروت بیا اپای علیا اکنون با کور میبروی سنم انشالله اپا هفته آینده میبرویم با مدیر گفت زدم من هم ثروت رو با مکتب آوردم با یک عذاب روزی کردم با مدیر گفت زدن لازم شرمی دارد ثروت جون کارهای شده رو شنیدم لیکن من میدونم که تو خیلی کارو کرده نمیتوانی همینطور نه؟ بله اما این خیلی باشه جسور باشه اگر حقیقت جسور باشه بدی ها از اون میگریزند تشکر اما جان ثروت تو در کجا بودی؟ برای چی با مکتب نامدی؟ من هم با شما زنگ زدنی بودم خوش آمدید خانم علیا مدیر هم شما رو دیدن میخواست مرحمت رفتیم کنی درویه
بوی با لذت دارد. بیار کلیم بیار. وزیر میبینی تو گرسنه. امروز همه قدر دلم تخم خواستی. امروز همه قدر دلم تخم خواست. اگر نخورم یک کفم به خدا دلم نمیشد با تو.